ادب خدمت دوستان عزیز، من صلاح محمدی با یک تحلیل دیگه از بیت کوین و مارکت کریپتو و همچنین تحلیل تتر به ریال در خدمتتونم. خب به سراغ ماهانه بیت کوین میریم. 17 روز و 17 ساعت به بسته شدن کندل ماهانه باقی مونده. این کندل پوینت خاصی رو به ما نمیده. در واقع نمیتونیم با این کندل تصمیم بگیریم که توی مارکت باید بمونیم نمونیم، چیکار بکنیم، پوزیشن لانگ باز بکنیم. به سراغ هفتگی بیت کوین میریم. دیروز خدمتتون اگه تحلیل رو نگاه بکنید عرض کردم اگه این کندل هفتگی بیاد و بادی قرمز بسته بشه و بیاد زیر SMA 7 واقعا کندل نگران کننده و جالب توجه نیستش که متاسفانه این اتفاق به خاطر اتفاقات ناراحت کننده ای که دیشب افتاد برامون داره اتفاق میفته. این اتفاق تاثیر زیادی توی مارکت های مالی داره. امیدوارم که حالا به خیر بگذره. بالاخره هر اتفاقی که میفته نتیجهش برای کشورمون خوب باشه و اتفاقی برای مردم نیفته. خب به سراغ ببینید، من قبل از اینکه به سراغ روزانه برم، ما یه سقف داشتیم اینجا، استراحت خودش رو انجام داده، این لگ استراحتیمون تکمیل شده و دوباره برگشته بالا. حالا باید ما از مارکت خروج کنیم در هفتگی که نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم، چون بالاخره ما الان توی سقف قرار داریم. هنوز تایید برای خروج در اینجا طبق تایم فریم هفتگی کمه و وجود نداره. این کندل باید بیاد اینجا همه این بادیشو پر بکنه و کندل بعدی هم قرمز باز بشه. حالا در تایم پایینتر عرض میکنم کجا باید به فکر خروج از مارکت باشید. فقط یه نکته رو من خدمت دوستان عرض بکنم، اگر این اتفاق ادامه دار باشه، مارکت های سهامی مثل بیت کوین، مثل بازار بورس ایران، بازار بورس آمریکا برای سرمایه گذاری جالب نیستند و این بازارها بازارهای ریسکی محسوب میشن. وقتی که خب سایه جنگ هم روی این بازارها خیلی تاثیر میذاره. بنابراین من الان به شما دوستان نمیگم که باید همینجا خروج بکنید، باید تاییدیه بگیریم، ولی واقعا فعلا به فکر خرید نباشید، به فکر سرمایه گذاری در بازار نباشید تا این اتفاقات تکلیفش روشن بشه. خب به سراغ روزانه بیت کوین میریم. ببینید دوستان عزیز، اولین جایی که ما میتونیم به فکر خروج از مارکت باشیم یا سیو سود بکنیم اگه پوزیشن بازی داریم روی بیت کوین، محدوده زیر $100,000، 101 و $100,000 این محدوده خیلی مهمیه برای ما. خب در روزانه این محدوده 101,000، الان میریم توی 4 ساعته شاید مثلا یه مقدار پایینتر بیاد اون حمایتی که ما داریم. کندل ما را بزرگ خودش رو کرد. الان ما اومدیم ببینید از در واقع 75,000 ما هی اومدیم کف بالاتر و سقف بالاتر زدیم، پله های بالاتر زدیم، پله پله. اینجا ما یه سقف داشتیم، اومدیم پایین، یه فضای رنجی درست شد، سقف بالاتر نزدیم در روزانه و سقف پایینتر زدیم. اگه چنانچه بیایم کف پایینتر بزنیم دیگه اینجاها میتونیم به دنبال، من خودم همینجا پوزیشن شورت باز نمیکنم، خب ولی اگه پوزیشن لانگی داشته باشم اینجا میبندم، پوزیشنی که از این پایینا گرفته باشم. و صحبت اینه که کجا به فکر پوزیشن شورت میگردم توی مارکت، جایی که زیر این $101,000 بیایم یه کف و سقف پایین تر بزنیم. چرا این کارو میکنم؟ چون روند پشتمون خیلی صعودی بوده و من مجبورم یه مقدار با این حرکت کنار بیام. نباید خیلی زود از مارکت خروج بکنم. چرا؟ چون اگه قرار باشه من همینجا خروج بکنم، خب طبیعتا بارها اینجا خروج میکردم، اینجا خروج میکردیم، اینجا خروج میکردیم، اینجا خروج میکردیم و این حرکت صعودی رو نداشتیم. این به معنی در واقع امیدواری به بالا رفتن قیمت نیست. من اینو در واقع نمیخوام بولد بکنم. میخوام اینو بگم که ما طبق استراتژی که داریم برای خودمون یه قواعدی داریم، یه قانونهایی داریم. وقتی که روند پشتمون صعودیه باید تاییدیه مناسب و قوی برای شورت گرفتن داشته باشیم. خب در تایم 4 ساعته
اتفاقاتی که دیشب باعث افتاد در واقع باعث شد که اتفاقات دیشب بازار ریزش پیدا بکنه. اون کفی که ما داشتیم پوزیشن ریسکیمون استاپ خورد که روی بیت کوین بود و استاپش زیر 103,500 دلار بود. پوزیشن سیفمون که در واقع دیگه این پوزیشنه میتونیم اینو حذف بکنیم و من دیروز گفته بودم چند روز گذشته گفتم که من سه به سود نمی‌کنم. اگه قرار باشه بره بالا یه آر به آر خوب ازش بگیرم. پوزیشن ریسکیمون استاپمون زیر 100,000 دلاره و این پوزیشنم اگه استاپ بخوره دیگه من فعلا به فکر لانگ روی بیت کوین نیستم، به فکر پوزیشن باز کردن روی بیت کوین نخواهم بود در جهت لانگ تا زمانی که بیاد و عرض کردم این کف رو بزنه یه سقف مجدد و یه کف مجدد. اینجا دیگه من به فکر شورت گرفتن روی مارکت هستم و اصلا دیدم به مارکت نزولی میشه. بنابراین دوستان عزیز به شما هم توصیه اکید دارم فعلا به فکر خرید نباشید، به فکر سرمایه گذاری نباشید. وضعیت بازار زیاد جالب توجه نیستش. کندل هفتگی اگه قرمز بسته بشه و به اون محدوده‌ای که گفتیم برسه، کندل روزانه در واقع اگه بتونه بیاد زیر این 100,000 دلار برای یه مدت امکان داره ما اذیت بشیم توی مارکت و تنها در صورتی که در تایم‌های 4 ساعته و تایم‌های پایین‌تر بتونیم این کف و سقف اینطوری بزنیم که بریم توی فیوچرز و پوزیشن شورت روی بیت کوین و روی آلت کوین ها باز بکنیم. خب به سراغ دامیننس بیت کوین میریم. هفتگی دامیننس همونطور که میبینید خیلی قوی داره عمل میکنه. به همین خاطره که من به هیچ عنوان در واقع هیچ اشاره‌ای به خرید در اسپات و جمع کردن سبد این چند روزه نکردم و مرتبا گفتم باید دامیننس بیت کوین بریزه. الان دامیننس بیت کوین در هفتگی خیلی صعودیه و پوینت خاصی مبنی بر بازگشت به ما نمیده. در روزانه داره دوباره به سقفش میرسه 65 سی. اگر چنانچه این به 65 سی رفت و خیلی قوی ریزش کرد و همزمان این اتفاقات کمرنگ شد در مارکت، عرض کنم خدمتتون دامیننس تتر هم ریزشی بود، یعنی هم دامیننس تتر ریزشی باشه هم دامیننس بیت کوین ریزشی باشه و اینجا یه ریزش شارپ رو ببینید. خب این به سقف چیزه برخورد کرده، مثلا الان میره این سقف رو میزنه، بعد از همینجا با یه ریزش عجیب و غریب میخواد بیاد پایین. اگه این اتفاق بیفته و این کف قاعده قبلیمون رو رد بکنه، همزمان دامیننس تتر هم ریزشی باشه، یعنی پول از مارکت خارج نمیشه، در واقع پول مستقیما از بیت کوین وارد آلت کوین ها بشه، اون موقع ما میتونیم به فکر آلت کوین ها باشیم. اتفاقی که من احتمالش رو کم میدونم در این شرایط. بنابراین به فعلا دامیننس بیت کوین صعودیه و تا زمانی که این اتفاقات روی چارتش افتاده ما به فکر رفتن روی آلت کوین ها نیستیم، به فکر در واقع رفتن روی بیت کوین نیستیم، به فکر سرمایه گذاری در مارکت نیستیم. من این نکته رو چندین بار توی ویدیو متذکر شدم که خدای ناخواسته دوستان متضرر نشن. بعد از این اتفاقاتی که افتاد دامیننس تتر، ببینید اونجایی که نباید میرفت رو رفت. متاسفانه من در تحلیل دیروز و 2 روز پیش خدمتتون عرض کردم ما نباید بالای 4.79 بریم وگرنه بازار ریزشی میشه. رفت و بازار ریزشی شد. گفتیم خط قرمزمون هم 4.98 احتمالاً این 4.98 همون جاییه که بیت کوین باید بره 101,000 دلار رو ببینه و رد کنه به سمت پایین. پس بنابراین چشمتون به 4.98 باشه، خیلی جای مهمیه، مثل همین جا که رد کرد و ریزشی شد و اگر 4.98 رو از دست بدیم احتمال اینکه به زیر 100,000 دلار بریم زیاد. اتفاقات حالا ETH BTC هم همون حرکت صعودی که شروع کرده بود رو همون مجددا اومد پایین. اگه این اتفاقات جنگ ادامه پیدا بکنه فشار بیشتری به آلت کوین ها خواهد اومد، چرا که خود بازار کریپتو یه بازار ریسکی محسوب میشه و طبیعتا آلت کوین ها به نسبت بیت کوین ریسکشون خیلی بیشتره.
بنابراین این کفی که الان ما اینجا داریم روی بیت کوین نسبت بیت کوین اگه این زده بشه و در ادامه کف اصلی 0.027 زده بشه، اتریوم قیمت‌های خونی رو تجربه خواهد کرد. احتمال داره دوباره به سمت $2200 $2000 برگرده. خب در چارت دلاریش هم توی 4 ساعت همونطور که می‌بینید این باکس رو ما اینجا داریم. من نمیگم اینجا شما برید شورت پوزیشن شورت باز بکنید، چرا که اینجا یک کف قوی برای ما محسوب میشه و قبلش صعودی بوده. من خودم ترجیحم اینه که این اینطوری بیاد پایین و یه سقفی به یعنی یه بک تو بریکی به این سطح داشته باشه که کف کانال بوده. مجددا وقتی که اومد و این کف رو زد دیگه روندش برای من نزولی شده و اینجا به فکر پوزیشن شورت روی اتریوم باشم. خب حالا به صورت سریع تحلیلی روی توتال داشته باشیم. توتال هم تقریبا همون کاری رو میکنه که بیت کوین انجام داده، سقف پایینتر و در تایم هفتگی باید بیاد زیر 2.45 توتال نزولی میشه، ولی خب تا اونجا خیلی راهه. به همین خاطر ما سعی میکنیم در تایم‌های پایینتر تایید بگیریم. مثلا توی روزانه زیر 3.13 دیگه زیاد جالب توجه نیست برای ما و اگه اینو ببینیم همونجا یک عرض کردم بیت کوین هم مثلا میره $100,000 رو میبینه و به زیر $100,000. بنابراین پوینت کلی صحبتام در تحلیل امروز اینه که به هیچ عنوان به فکر لانگ فعلا روی مارکت نباشید. استاپ بذارید اگه پوزیشن فیوچرز باز کردید، اگه به تازگی در واقع خریدتون رو انجام دادید و در توتال دو خب ببینید توتال دو چون یه مقدار نزولی تر بوده، آلت کوین ها نزولی تر از بیت کوین بودن، این تایید شورت رو ما زودتر خواهیم گرفت و اگر چنانچه به زیر 1.01 برسه ما میتونیم پوزیشن شورت روی مارکت باز بکنیم. با این کف هیچ کاری نداریم، ولی با کف پایینتر در واقع اینجا این محدوده رو میتونیم بیاریم اینجا و زیر 1.01 1.02 ما میتونیم به فکر پوزیشن شورت روی مارکت باشیم. خب به سراغ تحلیل تتر میرم خدمت دوستان. اگر چنانچه تحلیل امروز رو در واقع دوست داشتین، براتون مفید واقع شده، خواهشمندم و ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید و ویدیو رو لایک بکنید. خب دوستان عزیز، امروز چون روز تعطیله و در روزهای تعطیل سایت ها قیمت های طلای 18 ایار و دلار رو اعلام نمی کنن، من امروز با تتر قیمت در واقع دلار یا همون تتر چیز رو براتون تحلیل می کنم. ببینید چند روز گذشته ما گفتیم که اگه قیمت توی دلار گفتم اگه قیمت بالای $85,000 رو دید باید به فکر لانگ گرفتن روی دلار باشید و یه پله هم خرید بکنید. حالا توی تتر این محدوده این چارت 3 روزه رو خدمت دوستان نشون میدم. حالا وارد تایم روزانه میشیم. این محدوده توی تتر $86,000 بود و همینطور گفتم اگه 88,000 رو رد کرد دیگه ریسک نکنید، خطر نکنید و اگه خریدی چیزی دارید روی دلار، روی تتر یا روی اقلامی که به دلار مربوطن، حتما انجام بدید و این اتفاق افتاد و بالای 88,000 رو دید. خب در تایم روزانه ببینید ترند لاین نزولی شکسته شد، مقاومت استاتیکیمون شکسته شد اینجا و بنابراین شما هیچ بهونه‌ای نداشتید که تتر اگه لازم داشتید خرید بکنید در این قیمت ها و به صورت خاص‌تر در قیمت 88,000. تایم 4 ساعته رو اگه ببینید بالای $88,000 اینجا ما یه حمایت خیلی قوی داشتیم قبلا، تبدیل به مقاومت شده و انتظار داشتیم اینجا رو شارپ رد کنه. به همین خاطر گفتیم بالای 85,000 86,000 شما به فکر ورود به مارکت باشید. ببینید اینجا که شکسته شده دیگه شما میبایست خریدتون رو انجام میدادید. الان هم اگه ما یه حرکتی به سمت $88,000 انجام داد و از اینجا خواست برگرده، میتونید ورود بکنید در قیمت های زیر $90,000
و اگر احیانا این حرکت اتفاق افتاد و به سمت 86 و 85 هزار دلار رفتیم، حتما خریدتون رو روی تتر یا روی دلار انجام بدید و بیشتر از این ریسک نکنید. چرا که وضعیت جالب توجهی رو به ما نشون نمیده. ببینید قیمت افزایشی بوده، حجمم افزایش پیدا کرده. یکی از نشونه‌های سالم بودن یک روند اینه که حرکت حجم با حرکت قیمت همخونی داشته باشه و این به معنای تغییر روند از قیمت 80 و 82 هزار دلار محسوب میشه، همینطوری که حجم رفته بالا. امیدوارم که تحلیل مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه. ما رو در روزهای آینده همراهی بکنید. سعی میکنم هر آپدیتی از بازار لازم باشه براتون بذارم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.